дуруд шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадеӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани кайфари диловари мирзо дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ. оғози гуфтори 12. خبر شورش عثمان را اولهای ماه فوریه سال 1920 شنید نصرت الله. او خبر داشت که امیر عالم خان بعد فرار کردنش از بخارا چنان سراسیمه شده بود که حتی حرمش را همراهش نگرفت. امیر بعد قرار گرفتن در دوشنبه تمام زیر دستان خیش را به کولاب و حصار، سری آسیا و قراتگین برای مشورت دعوت کرد. در این مشورت عبدالحفیظ خان پروانچی که تا این دم وظیفه حاکمی قراتگین را به عهده داشت سرلشکر اعلان شده بود. از قراتگین او را سراغ کرده سعدی، یکی از دوستان عثمان آمد. سعدی مردی جسور و دلاور بود و بعد شکست شورش و پراکنده گردیدن شورشگران با وجود بلند بودن برف همراه چند تن از هممسلکانش توانست به واسطه عقبه دوبرسه به مسجح گذشته از آنجا به بخارا آید. از دستگیر شدن عثمان و ملاطاش در مسجح با خبر بود. با درد و الم درباره دوستان جوان مرگش و سببهای شکست شورش معلومات داد. به عثمان گفتم که تا فصل بهار صبر کنیم، ولی راضی نشد. گفت سعدی آهن را در گرمیش گفتن خوب است. به قرار آمد و ما شورش برداشتیم، اما بدتر همه‌اش روشن شد، لیکن پشیمانی سود نداشت. شما پیش از آغاز شورش به ما علاقه برقرار میکردید؟ سخن او را آرامانه برید نصرت الله. از شتابکاری چندین جوان دلاور به شهادت رسید. یک روی عثمان را میدانم، لیکن شما به وی تأثیر میرساندید. باید که کمی دیگر صبر میکردو. جبر و ظلم را دیدیم و دیگر تاب نآوردیم. اکی نصرت الله با آوازی پست پاسخ داد سعدی. مردم به جان آمدن. بعد سرلشکر تعیین شدن عبدالحفیظ خان روزی مردمی کمبغل بیشتر سیاه شد. ساکنان قراتگین را آوازه های پردهشت که از شهرهای کلان می بردن بیشتر تأثیر می کرد. هر روز یک خبر نو درباره جنگ و خونریزی می رسید. های واهمه می کردن خبربرها. مردم برای نزدیکان خیش که در شهرهای بخارا، تاشکند و سمرقند، خوقند و اندیجان، خوجند و مرغلان کار و زندگی میکردند، غم میخوردند، همه در تشویش بودند. از طرف دیگر حاکم قراتگین عبدالحفیظ خان پروانچی بعد بازگشت به غرم سری کلابه را گم کرد. پی اجرای سپارش های امیر گریزه جان میکاهاند و به ایبا مردم کمبغل را غارت میکرد. در این مرحله زندگی ساکنان قراتگین باز هم بدتر شد. امیر که از ترس دو دست در بینی آمده بود میخواست دوباره گم کرده خیش را از جیب مردم بیچاره بخارای شرقی پیدا نماید. عبدالحفیظ خان که شرایط بد امیر را با چشم خود دیده بود مردم بیچاره را غارت کرد و 800 سر اسب، 300 بخچه تحفه و یک مقدار پول طلا برای امیر دست آویز برد. ولی امیر از وی طلب کرد که برای لشکریان خوراک و لباس و علاوتاً یک مقدار پول برای خزینه گندارد. یعنی از ساکنان نواحی بخارای شرقی انداز 3-4 سال آینده را همین سال گندارند. در برابر این امیر به ساختمان قصر خیش در دوشنبه فرمان داد. موافق امر امیر عالم خان استاهای چیره دست از تمام مضافات بخارای شرقی به دوشنبه فرستاده می شدند. قوه کاری را نیز بکیگری های در اختیار امیر فراری مانده به عهده داشتند. بالای این زوران جوانان به قوت را به خدمت حربی سفربر کردند.
حتی مردان میان سال را مجبوری برای خدمت عسکری می گرفتند. شما عثمان محمد امین را می شناختید. جوانی پهلوان گردنکش بود رحمتی. میان بلشویکان روس یار و آشنایی زیاد داشت. آخرین بار سال 1916 به حقن رفته بود. در زوادی پخته یک جایه کار میکردیم. در تایبندی همتا نداشت. جوانمردی خوش معامله و سخنور بود. مزداران دوستش می داشتند. چی گویم؟ آخر سال بچه های نو آمده خبر آوردند که عمک محمد امین سخت بیمار است. عثمان سراسیمه شد. سال سیومی مسافرت تمام بود. عثمان می گفت که خدا خواهد روزهای نزدیک همراه اسکران سرخ به وطن بر می گردیم، ولی بیماری پدر او را برفتن وادار کرد. تیرما حکمران بود. هوا سرد شده، در بلندی ها برف بارید. عثمان نیتی سفر کرد. هرچند تلاش کردم به گپم راضی نشد. تو سعدی خودت را عذاب نده، رفتنم ضرور. با آواز قطعی جواب داد او. شاید دروغ باشد. تسلی دادم او را. بهار یک جای می رویم گفتم. راضی نشد. کوتاهی گپ همراه 10-12 نفر براه در آمدن. ملاتاش را به گپ در آورد که همراهش رود. آنها بازیافت خود را خرید کرده بار بستند و با صد عذاب راهی دراز را طی کرده به مرز قراتگین رسیدند. چی میگوید که بالای همه عذابی کشیده گماشتگان حاکم آنجا دارایی عثمان و همراهانش را غارت کردند. عثمان به چنین مناسبت تاب نآورده با کلان ایشان دست به گریبان می شود تا از هوش رفتنش با مشت و لغت تنی ظالم را سیله می کند. بچه ها به وی پیروی می کنند. بعد چیز و چاره خود را گرفته میان کوسار غیب می زنند. 1-2 ماه پس شبانه به دهه ینغالق می رسند. خویش و تبارش را احوال پرسی کرده باز به سینه کوه پناه می برد. بچه های ما خبر فراری شدن عثمان را شنیده دسته دسته به وطن برگشتند. خودت خوب می دانی که عثمان بین جوان مردان کوهستانی آبروی زیاد داشت. گپش را گوش می کردند و همیشه می خواستند پهلویش باشند. من هم از قطار نماندم. عثمان را در دره جعفر پیدا کردیم. همراهش 100-200 جوان مردی با دل و گرده بودند. مردم دهه های اطراف آنها را با سر و لباس و غذا تأمین می نمودند. نیمه تیر ماه سال 1920 حاکم عبدالحفیظ خان پروانچی به نزد عثمان قاصد فرستاده پیغام داد که از گناهش گذشته است و باید برای خدمت به دربار حاضر شود. عثمان بعد گرفتن پیغام حاکم به شهر غرم رفتنی شد. هرچند منع کردیم از راهش نگشت. اگر نصیبی دیدار باشد باز همدیگر را میبینیم گفت و به نوبت هر کداممان را به آغوش کشید. غیر چشم داشت. حاکم عثمان را خوش پذیرفت و حضور اهل دربار به او عنوانی میراخوری داد. با امر وی به عثمان جامه و طاقی و کفش حقندی تحفه کردند. بعد در تنهایی به عثمان گفت که وضع امیر بد است و ما رعیت بخارا موظف هستیم به امیر خود مدد کنیم. تو بچه های املاکداری جعفر را همراهت بگیر. به حصار می روید. به مقابل بلشوی ها می جنگید. اگر غلبه نصیبمان کند به یگان منصب کلان تعیین می شوی. جان ظالم به تنگ آمده بود. بدتر خندیده به یاد آورد عثمان. کینه دیرین را فراموش کرد و از دشمنش یاری پرسید. گمان داشت که بچه محمد امین در رو به دام فریبش می افتد. اگر قصه را کوتاه کنم، حاکم او را قطار دیگر جوانان قراتگینی در صف لشکری امیر به مقابل بلشویکان به دوشنبه می فرستد. عثمان در محل دوبیده فیض‌آباد شب هنگام ما را در گوشه خلوت جمع آورد و مشورت کرد. به قرار آمدیم که به غرم برمی گردیم. بچه ها به گپی سرور خود راضی شدند و ما در سینه شب به اسب‌ها سوار شده آهسته به قفا برگشتیم.
حاکم 2-3 روز پس از غیب زدن عثمان و یارانش با درک شد. امر کرد که خانه عثمان و یارانش را غارت کنند، نزدیکانشان را به محبس پرتایند. محمد سعید بی که صورت عثمان را از دیوار می تراشید، از امر حاکم الهام گرفته نه تنها خانه عثمان را بلکه دارایی تمام مردم دهه ینگیالیق را غارت کرد. چند تن بیگناه را به اسارت گرفت. عثمان خوب می دانست که اگر این دفعه به دستی سربازان عبدالحفیظ خان افتد جان به سلامت نمی برد و یگانه راه نجات مردم کمبغل را در شورش می دید. بچه ها مصلحت دادند که باز کمتر منتظر شویم، ولی وی به گپش استادگری کرد. شورشگران در دهه ینگیالیق جمع می شوند. عثمان ملا آدینه بیبکی را جانشین اول و ملا تاش را جانشین دوم تعیین می کند. آدینه لوچک هایتی که یکی از دوستان نزدیک عثمان بود با شماره زیادی آدمانش به یاری وی رسیده می آید. شماره سربازان عثمان دوام 1 هفته به 5000 رسید. آنها به طرف شهر غرم حرکت کرده آن را تصرف می کنند. عثمان حکومت خلقی تشکیل کرد، اما بین مردم کمبغل آدمان سیاستدان کم بود. ناعلاج ماند و در هیئت حکومتش چند نفر عملدار سابق را که به آنها باور داشت وارد نمود. بعد چند روز با خیانت آنها شورشگران از جانب دسته‌هایی که از املاکداری آب گرم آمده بودند شکست خوردند. در میدان جنگ عثمان را فریب دادند. به گپ یک ملای مردم فروش باور کرد. وی به عثمان گفته است که برابر حمله سربازان حاکم 7 قدم گریخته بعد برگردند و به کارزار شروع کنند و دمی که از روی گفته آن بیزاد عمل کردند به شکست روبرو شدند. اکثر شورشگران که بار اول به میدان نبرد آمده بودند بعد 7 قدم دیگر از دهشت تیرباران را به فرار آوردند. قیامت قایم شد که عثمان با دوستان نزدیکش در میدان می جنگید و برخی از شورشگران سواره و پیاده می گریختند. حیله مولای خانه سوخته به ما تلفات کلان آورد. لشکر حاکم هم تلفات داد اما غلبه کرد. لشکر عثمان به هر طرف پراکنده شد. او بعد 3-4 روز لشکرش را غون داشت و دوباره به غرم هجوم کرد، لیکن در مقابل عسکران جنگ دیده و از صنعت حرب آگاه امیر کاری کرده نتوانست. سربازان عثمان بعد این عملیات بی نتیجه ناامید شده به جای اقامت خیش برگشتند و یا از حدود قراتگین فرار کردند. عثمان به خلاصه آمد که حقاً رفته عسکران سرخ را بیاورد و با یاری آنها ساخت حکومت را در قراتگین تغییر دهد. حیف که با خیانت نوبتی دشمنانی که در لباس دوست خودفروشی می نمودند عثمان دستگیر گردید. ملا تاش و ملا آدینه را نیز اسیر گرفتند و در یک روز سرد زمستان آنها را به چاه پر آب پرتافته با عذاب و شکنجه گوش ناشنید و قتل رسانیدند. سعدی قصه را به انجام رساند و سکوت ورزید و از جیبش رومالچه برآورده اشک چشمانش را پاک کرد. نصرت الله که نگاهی پر اندوهش را به نقطه نامعلوم دوخته بود دیگر حرف به زبان نآورد. در یک حالت عجیب در عالم اندیشه ها سرگردان بود. نصرت الله بعد آموزش اثرهای مارکسیستان و برنامه‌های آنها درباره ساختار دولتداری نو معلومات مفصل پیدا کرد. بلشویکان بنیاد دولتی را به نقشه گرفته بودند که در آن همه برابر زندگی کند. بزرگان ما در افسانه ها و داستان های قرن های پیشین چنین دولت کم بغل پرور را وصف کرده بودند.
یعنی آنها نیز به قدر دانش و فهمیش بنیاد چنین جمعیت را آرزو کردند و بسیار دانشمندان غرب این جمعیت را خیالی می گفتند. باور نداشتند که انسان قادر است جمعیت بنیاد نماید که در آن نه شاه باشد و نه گدا، همه برابر زحمت کشند و از زحمت خویش یک جای راحت بینند. بلشویکان از جهت نظریوی تشکیل چنین جامعه را با دلیل بحران قاطع تصدیق کردند و پی بنیاد آن کمر همت بستند. جامعه‌ای که آنجا عدل و انصاف محک اساسی زندگی مردم باشد، به هیچ دودیلگی نیتی پیوستن به صف بلشویکان را کرد. برای به صف حزب بلشویکان داخل گردیدن عریضه نوشت. در این دوره با کاردانی و استعداد ذاتی خود بین بلشویکان ترکستان معروف شد. بلشویکان معروف عالم جان آقچورین و ظریف عبداللهیف که عضو کمیسه دیکتاتوری بخارا بودند با اعتماد کامل به او توصیه‌نامه نوشتند. نصرت الله در عرضش تأکید کرد: من در شخصیت وکپبی حامی زحمتکشان تمام جهان از آن جمله مظلومان شرق را می‌بینم. همین باوری و اعتقاد، صداقت به خلق و وطن، فداکاری و انسان پروری سال 1920 او را با حزب کمونیست پیوست. با عضویت حزب بلشویکان قبول شدن به نصرت الله امکان داد که بیشتر به آموزش کتاب‌های سیاسی مشغول شود، بیشتر خواند و با اعضای تجربه‌دار فرقه بلشویکان صحبت نماید. این بهترین مکتب بود که در جهان نوین را برویش باز می‌کرد. آن روزها نقشه آزاد نمودن بخارای شرقی از ظلم امیر گریزه ترتیب داده می‌شد. این مسئله برای نصرت الله خیلی مهم بود. در برابر دیگر ساکنان منطقه همدیاران او نیز از ستم امیر که نابراری ها او را به درنده بزرگ تبدیل داده بود به جان آمده بودند. در این باب پیوسته معلومات می گرفت و جانبداری زودتر سرکوب کردن امیر بود. بلشویکان با مقصد پررم محو نمودن ساخت امیری در سراسر مملکت بخارا آمادگی می گرفتند. ابتدا خواستند لشکری که می بایست برای دستگیر نمودن امیر فراری و منفی پره لشکری وی در آینده نزدیک فعالیتش را آغاز می نمود از شماری اختیاریان باشد. تأسیس قوه های جنگی از حساب مردم محلی برای هرچی زودتر خاتمه دادن جنگ و خونریزی منفیت آور بود، اما شماره اختیاریان هنوز موافق مطلب نبود. بنابر همین 9 نوامبر سال 1920 کمیسه ترکستانی این مسئله را بررسی کرد و اتریاد حربی اعزامی حصار را تشکیل نمود که در صفهای آن اکثر مردم غیر مسلمان وارد شدند. شماره تاجیکان و ازبک ها، قرقیز و قزاق ها انگشت شمار بود. آوازه آمد عسکران سرخ امیر عالم خان را به دهشت آورد. او به لشکر خود دیگر باور نداشت که آنها در مقابل عسکران جنگ دیده و دلاور بلشویکان پایداری می کنند. تنها امیدش به دوستان انگلیسش بود که به وی وعده یاری داده بودند. وعده کردند که به واسطه افغانستان برای وی مقدار زیادی سلاح و سرباز خواهند فرستاد. با این امید لشکر جمع آوردهش را با سلاحی در اختیار داشتهش مسلح نمود و به مشق‌های حربی شروع کرد. اکثر سربازان وی غزا طلبان بودند که از علم حرب آگاهی نداشته بجز از فریادی و شریعت دریغ بخارای شریف کار از دستشان نمی آمد. وی منتظر یاری روز کور می کرد، اما امیدش
به باد فنا رفت. در میدان جنگ با لشکر بینظام خش تنها ماند. لشکر سرخ همرنگی دریای آتش پیش می آمد و ظالمان مردم خار را به کامش فرو می برد. دیگر نیروی در مقابل این دریای توانا پایداری کردن نمی توانست. امیر بار دویم پا بریکاب برد و تنی من و تقدیر خدا گفت و جان حولی لجام اسب را سر داد. آنهایی که فعل امیری ترس رو را خوب می دانستند از حضرت والا مقام مبادا جدا شویم گویان دنبال وی به سرغی اسبها تازیانه زدند. شنونده های گرامی، شما романи کیفری دلовари мирзоро дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ шунидед. муҳаррир обиҷон саидзода, коргардон ануша хуҷамова. ин гуфтор соли 2024 сабт шудааст. анҷоми гуфтори 12